بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. سلام برسه دوستای عزیز، خدا کنه جور سلامت باشین. همینجا یکی از خانمای عزیز از خانم صدیقه ناصری از کانادا مبلغ 7000 افغانی را روان کردن. ما میخوایم امروز بر هموطنان عزیز ما با شمول کمک‌های دیگه دوستا شاید کمره گرفته نتونه باز بدن و اینی تفلکه که میبینین تمام چرخ روزگارش به اینمی بسته است. باش کالا پرسان کنیم که چنگه والکم جوڑ چه در اوڑی لخیره جاله در کراچی دی خپل ده چنگه ده کاروبار خبر کیگی او 3-4 زره روپی نه څو کیگی روزانه 100 روپی یا 900 روپی پاتی کیگی میشه خو باز زمین جمعی باشی یا میری یگان دانای مکتب و کورس یا نه اینجا میباشم. خب جای هستی دیگه؟ اینی دکان ماست. یک کنده یخ چند میخرین؟ یک کنده یخ 50 روپه. 50 روپه؟ خب این دکانه کام از خودت است؟ کی میباشد اینجا؟ پدرم. خب بسیار خوب. بخیر باشی دیگه. گفتیم باش اولت بگیریم چطور از کاروبارت میشه نمیشه. زنده باشی دیگه اون شکر پدرت هم از دکانم دارین دیگه. خدا مهربان است. صحیح است؟ بخیر باشی. خب دوستان عزیز این دکانه کم از خود از یاب بود دیگه روزگار. زمون دیوران زمون ویجاړ وطن تا داد وحشت بمون مرالی گئے ہے ظالمانو دا افغان پنام نور د کفن رختون مرالی گئے زمون گوینی نوری متو یوی اوس مرگو کی وینی پاتین دی تاوان زمون گٹا دستا سشولا نوری پمون هم دمر زیاتین دی توبه ستا سے لمرستو توبه نور دا لانڈ بمون مرا لے گئے. های قربان احساست با عزت باش. شعر ما جور کردم از لال آقا. باز آسایش چی رقم است؟ آسایش و نمو بودی انتریش. انتریش انتریش نمی که برات خواندم. لکد نورو انسانانو پڅیر اخت ژوندون په دې جهان لرم زمون کلتور تسپکاوی مکوی مسلمانان یو کلک ایمان لرم مونږ د اوښکو په ځای وینې توی کړې بستی بس نور دردونه مرالی گئے. ما ته شاعر موایا یارا ز شاعر نیم دستا غم فریاد کوما جانا نسیخ عمر تیرے گا مسلمانی سلام کوا خوشحال بوما په مازدیګر کې دیدن راوړه په مازدیګر دیدن خو عمر زیاته وینا له سوي زړه نه فریاد خیږي سوي زړګی خو همیشه فریاد کوي نه کړی د سینګار دی سینګار دی لیلا پلند زند شین خال مزا کوینا دلید سینگار تشکر قربانت با عزت باشی انشاءالله که
اولتا میگیریم. پس آمدی دیگه با من در یک استودیو ای کمپوز هم از خودم از خود در خانه آهنگ صوتیش داری را؟ صوتیش دارم همی کمپوز از او باز از استاد گلزمان از او استاد نه همی خود صوتیش خواندی؟ از ایره دارم از ایره که داری خب بیا که میره برد یک کلپ مقبول یک روز یک جای لنگوته بزنی یک جای لالای قند به همی شرایط بسیار خوب آهنگ هستی دست سندر دورو را چه لالاغا شیرزاد را کردی و یا وقت کالا مخی که دست پیاد راشی چه اوز دست شیر دی دا وقت بل چاته ور کردی و صفتم لرم در شفیقیوان استودیو که تیار در پاکستان صفت کردیم 30,000 کلدار سرش دادیم لالا صوتیش هست که شما برای جور میکنیم در جای وطن من در پولارتن می باشم در خدمت شماره ما فروشیا بگی 0785 باش که یک ذره روزگار بیخی مرا خراب کنم خیر چی کردی جان کاکا؟ برو 0799 گرفتی؟ 55 45 33 به نام قنداغا ارغندیوال برو پناهت به خدا انشالله با زنگت میزنیم دوستای عزیز این استعداد هموطنای عزیز ما را شما خودتان مشاهده میکنید که دینت یک وضعیت روزگار است و روز هفته ایست پیدا میکرد دیگه ما خون برنامه البته سرمایه را ادامه میتیم پرسان کردیم گفت که روز هفته ایست پیدا میکنیم به او خاطر دیگه نخواستیم کمکش کنیم میشه که از این کدم مستقتر دیگه پیدا شد که کمک شما را بر اونا برسانیم تو بخیر که طرف خانه می رفتی از طرف ما یک میلیارد بخر باز کنی خب؟ صحیح است؟ اینه بگی بخیر یک میلیارد بخر 2000 خواست 100 رو پیش هم یک کلیم صدش میمانه او رو یک میوه بگی برسی باز صحیح است؟ بخیر باشی دیگه ما که پشت کسانی میگردیم کار میکنم دست دارم نمیکنم دیگه این خودت دیدیم در این پس کوچه و در این دشت دمن گفتیم باش که یک دفعه استادت کنیم صحیح است؟ خوش شدی؟ بانت بخیر باشی برو دیگه بخیر چی میبری؟ آیسکریم هم مایی زنیم نه پیسه را چی میگی؟ آرز نگیرم که یک چیز روغن یک چیز شما روغن؟ داره روغن نخواستم خیر از دیگه چیز میگیرم اولا خیلی خانه تاوازی باز که پیسه دیگه هم میتومد کمر آرز ببن صحیح؟ چی روغن؟ نه قسم دیگه مردم صحیح شد آردم بردی آرده بی روغن چی میکنی؟ روغن هم کدش بگه که روغن صحیح؟
کاکا جور هستی؟ چی سر صدا داری در تلفن؟ پیسه چی را؟ کار کنم ولی مزدوری کنم فامیلی علی. تو استاد باش تو که من کار دارم تو را حالا در جوی نپرتی خود. یکی هست که نمیده پیسه. نه یا ولای مرا تو که ما گپ دیم. الو بیادر میشنوی؟ خطش کردی؟ خط کرد. میموندی که ما چند تا میکوبیدم مشه که تو که زحمت میکشی کار پیسه تا چرا نمیده؟ بداره تو به خدای سلالو فامیلی آدم غریب پیسه شو میخوره لات میکنه چی میکنه. من 20 سال 22 سال است که میگه دوا پاشی میکنم. نه 22 سال است که دمی علاقه ما دوا پاشی فول بریم. نی دستکات چرا تاولا کرده؟ اینه کار اولا کرده دیگه. خب کار اولا کرده. اگه ما خدا نخواسته دوزی کنم دستم نازک فامیلی جامعه نمیبینم. اونا میگه اگه لقمنون علال پیدا شه فامیلی دستای تاولا کرده ما تو مطمئن یگان شوای جمع دول میزلی کده نه خدا نکنه دول نمیزنم کار میکنم. خب دوا پاشی میکنی؟ دوا پاشی میکنم. ماشینه که از خودت است؟ ماشین از خودم است. در خانه میری؟ در خانه میرم، در باغ میرم، در پتی در زمینا میرم فامیلی دوا پاشی میکنم. خب چی را میکشه ای دوای تو؟ دوا دیگه همه غیر از آدم فامیلی نامشه زندگیان باشه میکشن. چی میگی؟ نیانگ اشدار مار هر چیزی که دمش برابر شه میکشه. خب حالا هم چه وقت کایک کشتیم در خانه که یار مرا برای من خبر بده فامیلی که اگه ایبت کنم فامیلی این منطقه میگرده. چی میگی؟ از ما باز این خانه دارلمان است. تو مرک چی میگم؟ قربان تاجی صاحب بخیر باشی. بچه سلیمان تو هم بلنگو را دید تو خیره. مرا جار بده. تو خمی عادت است یک دفعه دا پیسه میده 100 دفعه میدم سرم دا پاشی میگری. الو مشنوی تو؟ الو بیادر مشنویم؟ میشنوی بیادر؟ بیادر ما بیادر زاده هم آدم هستم. من پیسه از ایره بته تو یک دفعه میگی بیادر منگس نکشته. یک دفعه بیادر میگی کی که نکشته خود دوایش خواسته باسته یا چی رقم از چین بیادر چیزا یک بار مصرف میه گناه از این خود نیست. گوی میگی ملخ نکشته گوی میگی مارا نکشته و بیادر خب پیسه را دبل کو که مارا بکشه حال تو در سیر پیخ آمد بیادر دلت از مارا بکشه. حال تا بال 9 دفعه دوا پاشی کردی پیسه از ایره ندادی. تو که 8000 افغانی دادیمش باز من گفتم ده مردم پاک به 100 روپا میزنن با قرآن 130 روپا دادیمش. حال زن کاکای میگه در کل ما در خانه بیادر زن کاکای میگه در کل ماهی 1500 کمایی نکده خیلی پیسای دیگر ای چی کده؟ $8 باشیش اینشته $100 دادیمش ولی که افغانی هم دادیش باشم. حال چند کار کردی در جیب چند داری گمش؟ حال در جیب یک 500-600 دارم. او را هم دوا میخری؟ دوا بخرم چی کار کنم؟ ها؟ باش که من پیسه کار امروز تبرد به تو میرم بگی برو بخیر طرف خانه صحیح؟ خود چطور از کاربار تنها شور نخوت است؟ شور نخوت دانم آمد کاربار خود بیخی خراب است. پرچه است؟ پرچه است. یک سال سودا میکنه چطور؟ اینجا بیا خیلی کمی روی بروی شویم که ما تو یگان گپکا بزنیم. دای سطلا چی است؟ زور و رکه زه؟ سطل کس سرکس دو کس مرچ است دو کس ماست است واو است. خانه کجاست؟ خانه دمی ارزان قیمت است کرام میکن بیا و بیبرق است.
خب 3000 کرایه است. حالا خدا پالی از یگان چیز دیگه بان کچالو تخم جوشانده ماشین نمیخوریم جان مامش. نمیخورن 40,000 تخم بالا میگه کس نمیخوره. چقدر سرمایه؟ سرمایه نداریم جان. اینمی سرمایه تا سرمایه که کار میکنیم و میخوریم. خب حال در پالی از اگر مثلا پیسه سرمایه باشه که یگان چیز دیگه بانی نه غیر تخم میشه که کارت شود خدا که باشه که نباشه دیگه چی را بیاریه؟ خب کل گپ سر سرمایه است. همین راست است که میگه پیسه را میاره؟ پیسه را میاره. جان ماش نیست که نباشه چی را بیاره. اینی کل زندگی کاکا شاید که ما حساب کنیم 1000 افغانی هم نشه خو 100 دیگه میگیریم 100 گازش هم میگیریم 200 هم میده و چایده و قاشق و سطل یار میگیریم 600 400 هم شاید نیم سر نخود گرفته باشه که در سرکه و یا کل سرمایه 1000 هست دیگه چه پیسه چک جور میکنه زرد نمیکنه نه کل می چیزایی سرمایه کل شاید خب تا کدام وعده کو بخیر که یگان چیز دیگه هم کد ازی بانی که از وام 100 را برات بیاید صحیح است؟ ما به نام سرمایه یک برنامه داریم کسایی که سرمایهشان کم است یک چیز کمک میکنیم که در پالیش یگان چیز دیگه هم بانه که هر روز بیادر از امو استفاده کنه صحیح است؟ قربانت شوم این همیجا یکی از دوستا خانم صدیقه ناصری که بر ما 7000 افغانی روان کرده بود یک مقدارش دیگه دوستا را کمک کردیم اینی متباقیش هم که 2000 افغانی است فکر کنم یا چیز بیشتر او را برای خودت میتیم که ایره دیگه داشت کم نمیخوری که دیگر ببری 2 کیلو گوشت گوسفند خریدی و بیادر ایره باید سر کراچیت مصرف کنی که حداقل هر روز پیشرفت کنی که اگر 50 از این ماند 30 از تخم بانه 20 از کچالو جوشانده 1.5 شو اما تو صحیح است نه بیادر دیگه خدا خیر بده کسایی را کمک میکنم ما فقط یک پل هستیم که بر شما هموطنا میرسانیم این 50 را پکم 2000 افغانی سینی را بگی سرمایه اضافه کو که بیادر یگان چیز دیگه هم در پالیش بانی باز دیگر روز دمی رسته هستی دیگه ما خبر تا میگیریم کاکا جور هستی چی کدی سرمایه را این اولا تخم هم آوردیم کچالو جوشانده هم آوردیم مشنگ هم آوردیم چوله ما آوردیم لوبیا آوردیم که بیربارت هم ببینم خوش شوم صحیح است؟ این ایره بگی بخیر دیگه سرمایه اضافه که خدا مهربان با عزت باشی خداوند همی مرض هم گم کنه و کسای کمک میکنه خدا خیرشان بده که در حق هموطنای ما بیادر بالا کنه دیگه با خدای این مرض از کل جهان دور کنه و خیر کلگی پس در کار و بار خود بیا و کسای کمک میکنه خدا خیرشان بده آمین یا رب العالمین خب به نظر شما می برنامه که ما نو شروع کردیم به نام سرمایه امیر تایید میکنین خوب است یا نه؟ بله خوب از این که ما مثلا یک آدم بگویم ماهی را بخو خوب است یا ماهی گرفتن یادش بتیم که هر روز ماهی بگیره بگیره نه؟ این حال ما یک سرمایه را برای کس میتیم میگم سرمایه اضافه کو که 100 را پزو شو 100 از او که همیشه بخوری حال ما 2000 دادمت که 2 روز خوردی با سبا گوش نستی اگر مورا سرمایه پرتی بیادر 100-200 پردیت میشه همیشه خدا مهربان بخیر باشه قربانتان خدا زنده باشیم بخیر باشیم دیگه ما خواستم که چیز دیده وقتتر شده که نوبت برسه من که جایی میبینیم که مردم پیسه روان کرده که 5000 6000 10000 از اینجا گفتم والا بیایی که وقتتر بگویی که لیست خود بگیره که نشه که بازوی که دبیر روز بازشی نداریم وقت نداریم یاد از او خاطر 40 روز بیشتر برده آزاد قربانت سلامت باشی گفتم همه کیفیت تصویر چی رقم از تلویزیون های اسکرین های کلان
که میبینین کیفیتش بهترین کیفیت است، بسیار خوبش است، هم آوازش خوبش است، هم تصویرش خوبش است، یا نه لحاظ از هر لحاظ من خوش از یعنی یگان کسای دیگه کس آوازش بخش است، یگان کس دیگه کس یک رقم دیگه است، مگر از خود هم تصویرش خوبش است، هم آوازش خوبش است. بسیار مهم کس آواز است. آواز بسیار صاف، بسیار مقبول، بسیار خوبش میاد، بسیار زیاد. اینمی تصویرت بسیار خوبش است، آواز مرا خوش میاد، آواز یک صاف، یک مقبول است خوبه. دیگه چیز رفیقتان وطن دوست تخلصش است نه؟ اینجا شیشته دیگه در بلنگوی موتر است. اونمور سلام بگو از این جایی کفتیده بودی، بسیار دیگرگون شدیم کفتیده، بسیار خوش شدیم که بخیر جور شدی، یعنی پروگرامای تا همش ما تخیط میکنیم یک دانه دیگه اون که از چیز افتید و باز پس جور شد، بسیار خوش شدیم، بسیار بچه خود، بسیار بچه خوشایند است. مردم خوش میامد سابق دیگه سرک میرن چاشدی بیز چیز که مردم آزار میداد و از کرانشی لول میداد، از کرانشی تینا میکرد. بسیار خوشایند بود، بسیار زیاد خوشایند بود. موفق باشه، بسیار خوب بشه، بسیار مرا خود جاب خوش میاد. همیشه سعی میکنم پروگرامای تر همیشه جالبش گفتم پیشترم برد که ایست که یک نفر گریه میکنه و جگر خونی میکنه با عین از او حال توی از روی خنده میده، یک خوش آدمه تو بر قربانت خدا خیرت بده دیگه. موفق باشی. ما هم دیگه در برنامه هستیم، کمک تفریح و حرکت نماز خواندیم. بینال نظریت بینال برد نشته میکنیم که از نام خودم از بچه هم نشته میکنم، باز نام امی خانم هم نشته میکنم، برد کنش باز بلا که دعا میکنه، باز بگوه که والده فلانی رقمی دیگه تاریخش هست این 25 جولای این ماه دیگه. امروز نه 15 سنه یعنی 25 روز دیگه به اون مانده بغیر از این ماه، یعنی قدر پیشتر ما گرفتیم که شما هم راحت باشه و در جای بگنجانیشه دیگه. تاریخش هم کلش دقیق بگی وای برداشته میکنه، باز بخوام صحیح قربانت بخیر باشی، زنده باشی. وقتی گریفتی بابا اول بودی که پیسه رو گرفتی خاطر جمع انشاءالله. زنده باشی. من نمره یک دفعه نگاه بر دیرش رشته میکنم که حسیش غلط باشه، نمره اولا صحیح بخیر باشی، زنده باشی. روز تا خوش، سلام بگوید دوستانم. علیکم، خدا حافظتون. زنده باشی، با امان خدا.